سلام رفقای گل، حالتون چطوره؟ تو ویدیوی امروز مستر بیست قراره ارزون ترین و گرون ترین پناهگاه‌های اتمی دنیا رو بهمون نشون بده. جیمی خیلی علاقه داره به پناهگاه‌های اتمی، نکنه یه چیزی میدونه که ما نمیدونیم. توته در کار است یعنی؟ بریم سراغ ویدیو. تو دل این کوه یه پناهگاه هسته‌ای $1 میلیارد مخفی شده. ما الان داخل یه کوه و 600 متر زیر زمینیم. اینجا میتونه از قوی ترین بمب اتمی دنیا جون سالم به در ببره. قراره بهتون نشون بدم که فرق این پناهگاه $50 میلیون با یه پناهگاه $30 میلیون و بقیه پناهگاه‌ها چیه. اولم از این پناهگاه $1 شروع میکنیم. امنیتش منو کشته. بریم داخلشو ببینیم. ای وای نم داره. میخوام بهتون داخلشو نشون بدم. تمام شد. علنا فقط یه کانتینره که زیر زمین دفنش کردن. بابا این که خودش کجه است. واسه همینه که کلا $1 پاش داده. غلط نکنم اینو خدا خودش شخصا زده. به نظرت اینجا زیر بمب اتم دووم میاره؟ بریم بفهمیم. بمبو بندازید. چی؟ گرفتیمو؟ تو این یکی که ما مردیم. بریم ببینیم بعدیش چی کارمون میکنه. بعدی یه پناهگاه $1 میلیون. قبلا از اینجا موشک شلیک میکردن، ولی حالا جوری ساختنش که بتونه وسط آخرالزمان هسته‌ای دووم بیاد. ولی اصلا چه جوری میشه رفت؟ خب باید اول از کلی پله بری پایین و یه در 3000 کیلویی رو باز کنی. والا اگه هادی چوپان بتونه اینجا پناه بگیره تا برسی به قلب پناهگاه. وای چه باحاله، یه جورایی فاز جنگ ستارگان داره. قبلا از اینجا موشک شلیک میکردن. کل این مجموعه جوری ساخته شده که بتونه جلوی حمله هسته‌ای دووم بیاره، بعدش هم ضد حمله بزنه. این زمینی که روش وایسادیم در واقع انگار رو هوا معلقه، مثل یه سکویی که از سقف آویزون شده. الان که اینجا وایسادیم این سکوها به این 8 فنر بنده. خیلی عجیبه که 50 سال پیش اینجا یه مرکز فرماندهی موشکی بوده، اما حالا این آقا اینجا رو تبدیل کرده به یه خونه مخفی و مستحکم که آماده ی آخرالزمانه. واقعا دولت اجازه داد اینجا رو بخری؟ اینجا رو وانم داره. IQ دوستام نسبت به بقیه مهمونات چجوریه؟ تقریبا اون طمعه. آره حد میزنم. اگه 2 طبقه بریم پایین میرسیم به پایین ترین نقطه پناه. ما الان 5 طبقه زیر زمینیم. اینجا آشپزخونه و سالن سرگرمی رو داریم، ولی واسه اینکه کفت ببره اینجا رو داشته باش. این داشمون جدی 5 طبقه زیر زمین پارتی میکنه. البته نولانو نباید دعوت میکرد. معمولا این تیکش رو به کسی نشون نمیده. تا حالا هیچ کسی اینو ندید. ولی اون واقعا ما رو برد به یکی از قسمت‌های مخفی پناهگاه، جایی که چندین دهه پیش یه موشک هسته‌ای واقعی توش نگهداری میشد. وای جیمی بیا اینجا رو ببین. اینجا دیگه کجاست؟ اینجا امنه؟ نه. کجا میری بچه؟ گفت امن نیست. الان خوبه چراغا رو خاموش کنم بگرخین تو خودتون؟ بابا منو ترس من که وای نه دیگه هیچی پیدا نیست. حالا جالب اینجاست که تازه شروع کردیم. پناهگاه‌های بعدی خیلی خفن‌ترن. هرچی میریم جلو پناهگاه‌ها بزرگتر و گرونتر میشن. ولی اگه کسی بخواد خودش تو خونش یه پناهگاه بسازه احتمالاً یه همچین چیزی بشه. درست زیر پاهای ما یه پناهگاه قایم شده که $3 میلیون قیمتشه. ورودیش هم از کلبه عموه. ایشالله که زیر زمین عمو خطرناک نباشه. حاجی اینجا رو وای خیلی خفنه بابا. از نظر امنیتی 1 متر بتون بالای سرته. اینجا فقط یه خونه امن نیست، در واقع یه جور موزه برای سازه های یوتیوبیمه. اگه براتون سواله که کجای این پناهگاه $3 میلیون میارزه، باید بگم بیشترش به خاطر سلاح‌های عجیب و خطرناک این یوتیوبره. این یه کوله پشتی شعله افکنه. این داشمون واسه خودش یه پا آیرون منه. آخه شما این موشک انداز مچی رو ببین. هم چاقو پرت میکنه و هم شوکر داره. اینم انگار یه جور مسلسله که اره برقی داره. حاجی پشمام جنگه مگه؟ روزه یه چیز خفن نشونه بدن. ایشالله. بفرما. یا خدا داداش اینجا راه در رو نداره. تو بیا این طرف. باشه اینجا رو باش. ناموسم پشمام ریخ. مثلا اینجا قرار بود امن باشه. حاجی پشمام همچین چیزی تو موزیک ویدیوها هم قفله. یعنی اگه آخرالزمان این رفیقمون رو نکشه این اختراعات عجیب غریبش مطمئنا به فناش میده. مثلا اینجا قرار بود امن باشه. آی بیشتر خوفناکش. الان هممون رو به چاخ میدیم. میخوای امتحان کنی؟ آره. اوه یا خدا حالی میده. عجب چیزیه. بدبخت دزدی که بیاد سراغ اینجا. فقط همینجا نیست. خب ما یه اتاق دیگه هم داریم. یعنی چی؟ انگار این دوستمون واقعا دوست داره زمینو بکنه. قشنگ سیستم تونلی زیر خونش داره. وای
این از اون یکی اتاقم بزرگتره. تازه اینجا یه اختراع خیلی خطرناک داره که محض احتیاط گذاشتیمش واسه آخر کار. من برم اون گوشه. ولی قبلش کالین دستگاهی رو بهم نشون داد که میتونست هر چیزی رو شلیک کنه. الان امتحانی توش نون میذاری. بگی که اومد. باشه بذار خلاصم هم کن. زجر بکشی. بزن دیگه بعد الانه که هر بیاد. آن ممکنه گوله به سمت آقا بیاد. بزنید دیگه. بیگی زدین. خوشی میگذره. یک مظلوم هدف داره. اصلی پناهگاه اینه که از آدم محافظت کنه، ولی وقتی کالین این اسلحه‌اش رو رو کرد دیگه خبری از امنیت و محافظت این نبود. کمربند چاقوهای چرخانمه، زیاد بهش نزدیک نشین. ای وای 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 یا خدا، مخصوصا وقتی که این کارو کرد. میگم تلاش شده که یکی از چاقوها در بره؟ نه. باشه بابا خاموشش کن خاموشش کن. در جریانی بدون این سلاح هم میشه سالاد درست آره کرد. ولی حالش اینجوری خیلی بیشتره. حالا بیا اینو نشونت بدم. این یه دستگاه فریزر ویوه، برعکس مایکروویو. مثلا چند تا مستر بیست شکول میذاریم توشو، این دکمه رو وای میزنیم. عمل کرده دستگاهشو با فیستبلزاگ ما نشونمون داد. آماده است. از اولش هم بهتر شد. وای باورم نمیشه. سلامتی رفقا. انگار خیلی یخه. آره تا ناموس یخ زده. ولی این پناهگاه هر چقدرم که خفن باشه بازم به پای این یکی پناهگاه بهشتی 5 میلیون دلاری نمیرسه. وای اینجا چرا اره گربه شاید میاد؟ الان ظاهرش خیلی خوب نباشه، اما این پناهگاه تو سال 1961 مال جان اف کندی، یکی از مشهورترین رئیس جمهورای آمریکا بوده. پشمام بریزه. مگه میشه؟ یه پشتی چیزی میذاشتیم واسه بنده خدا رئیس جمهوره ها. ولی آره الان دیگه خیلی درب و داغون شده. اینا سرویس های بهداشتی هن. ایسگاهمون کردی ها. ولی در ادامه یه پناهگاه 1 میلیاردی داریم که انقدر امنه که تنها جاییه که میتونه از انقراض هسته‌ای جون سالم به در ببره. اینجا اونقدر هم بزرگ نیست. امیدوارم جف کندی این ویدیو رو نبینه، چون وقتی این همه پناهگاه خفن کنار هم میبینه قطعا قذرو میشه. فکر نکنم ببینه. حالا بیایید از این پناهگاه قدیمی بریم به یه پناهگاه مدرن، به پناهگاه 30 میلیونی خوش اومدید. این پناهگاه که اینجاست 15 طبقه داره. در واقع انگار یه آسمون خراش وارونه است و 75 نفر میتونن توش از هر خطری در امان بمونن. اول از همه این درا از جنس فولاد زرهیه. خود در نیم متر ضخامتشه. با چند تا RPG میشه این در رو ترکوند؟ احتمالاً 3 تا. اگه بازم احساس امنیت نکردید یه پایگاه تکتیر اندازی بالای سرتونه، نگهبانی 24 ساعته و اتاق مهمات. تفنگا رو قشنگ منتظرید فضایا حمله کنن. میشه یکیشو بردارم؟ تو این پناهگاه حتی میتونید تمرین تیراندازی کنید. خیلی خفنه. شاید به نظر یکم زیاده روی بیاد، ولی وقتی دنیا داره تموم میشه کی بدش میاد اینجا باشه. این پناهگاه یه بیمارستان، اتاق معاینه، دندون پزشکی، داروخونه و حتی زندان هم داره، به علاوه یه آپارتمان لوکس 15 طبقه‌ای که قبلا دیده بودیمش. خیلی برام جالبه که اینا شخصیه، یعنی دولتی هم نیست که مثلا دولت ساخته باشتش. یعنی یارو پولدار بوده گفته برم خودمو برای آخرالزمان آماده کنم. حاجی تو 70 سالته، به زودی با مرگ طبیعی میمیری. خیلی امیدوار بودی که منتظر آخرالزمان نشستی و همچین دم و دستگاهی ساختی. نشون میده امید به زندگی تو خارج خیلی بالاست. قبلا دیده بودیمش. اینجا رو یادمه. 5 سال پیش توی یکی از ویدیوهامون 24 ساعت تو این پناهگاه موندی. هی جوونی، این آپارتمان که 15 طبقه زیر زمینه از خونه خیلیا که عادیاً خوشگل‌تره. ماشین لباسشویی، خوشکن، همه چی داره. تازه کلی امکانات هم تو 14 طبقه دیگه. چندله رو بچه‌ها نفهمن، ولی اگه دوست داشته باشی یه دونه از اینا برات می‌خرم. چی بخری؟ سلام سر خیر. حاجی دستشویی رو دیدی؟ آره من یه نخود سیاه اونجا گذاشتم، لطفاً برو بیارش. برو عزیزم. برو این اتاق مال من. و اگه براتون سواله که این پایین چی می‌خورن؟ اینجا فروشگاه مواد غذایی مونه. قشنگ شبیه دنیای واقعیه. بیکن کنسروی هم برای دارم. پناهگاهی که بیکن نداشته باشه رو باز گیر گرفت. اینقدر مهمه؟ تازه اگه با بیکن کنسروی حال نمی‌کنی؟ اینجا ورودی گلخونه هیدروپونیک. اینجا احتمالاً یکی از مهمترین اتاقای پناهگاه. اینجا به جای خاک از آب برای پرورش گیاهان استفاده میشه. در واقع یعنی غذای بی‌نهایت برای ساکنین. و در نهایت هم رفتیم سراغ امن‌ترین استقر دنیا. وای خدا جون، خدایی این پناهگاه از هر پناهگاه دیگه‌ای که دیدیم دهید جلوه. استخر داره، غذای بی‌نهایت داره، باشگاه ورزشی، حتی دیوار صخره‌نوردی. نمیدونم چجوری قراره جایی خفن‌تر از اینجا پیدا کنیم، ولی هنوز یه سری پناهگاه داریم که از اینجا هم گرون‌ترن. و حالا پناهگاه 50 میلیون دلاری که زیر این خونه معمولی توی محله معمولی مخفی شده. ولی اگه 9 متر بری زیر زمین میرسی به یکی از گرون‌ترین و عجیب‌ترین پناهگاه‌های دنیا.
بریم ببینیم چه خبره. ما اینجا یه خونه کاملا عادی داریم، ولی یه کد مخفی برای باز کردن این آسانسور داره که البته نمیتونم نشونتون بدم. خب چی بود؟ 3253 و آسانسور مخفی. حاضرید بچه‌ها؟ قراره 3 طبقه بریم زیر زمین. برگرد پشت سرش هم ببین. داریم از بین این سنگا و سیمانا میریم پایین. خدایی باله. چرا اینقدر کنده؟ خیلی خوب. اینجا رو باش. حاجی وجدانی خیلی خوب جا چقدر کردن. خفنه. این پناهگاه 50 میلیون دلاری یه جوری طراحی شده که حس نکنی تو داداشم پناهگاه. یه لحظه بیا این موکتو دریابیم. موکته یا چمنه؟ نمیدونم ولی هرچی از خیلی اگه باحاله. قرار باشه 100 سال توی پناهگاه گیر کنی احتمالاً باید این یکی رو انتخاب کنی، چون شبیه پناهگاه نیست، شبیه دنیای عادیه. 3 طبقه زیر زمین اومدن نقد کاشتن. درخت کریسمس هم دارن. البته کریسمس 6 ماه پیش فکر کنم اینجا همیشه کریسمسه. آره انگار. خب بیاین تورمون رو با خونه اصلی این پناهگاه زیرزمینی شروع کنیم. وای سرشو. به خدا کسی که اینجا رو ساخته کوتوله بوده. زمین کجه بچه. طارق تو بیا زیرش. دشواری نداره. نه واقعا کوتاه. چطوری کوتوله؟ وای اینجا دیگه کجاست؟ وای چه بزرگه. خیلی اصلا بزرگتر از فرا. چیزیه که به نظر چقدر میومد. با کلاسه. اصلا انگار نه انگار تو پناهگاهی. نه اسم میکنم توی خونه معمولیه. مشخصه این پناهگاه جوری طراحی کردن که اگه مجبور بشی چندین سال اینجا بمونی دلت برای بیرون تنگ نشه، چون واقعا نگاه کن انگار داری درخت‌ها و جنگل رو میبینی. میگم اگه چند تا نوشابه برداریم چیزی از ارزش این خونه کم نمیشه. آره میگم این مال چند سال پیشه. وای. آجی تاریخ انقضاش مال 2 سال پیشه. الان نسبت بذار ببینم میمیرم یا نه. یه لحظه الان. چی نمی‌دونم. خب 3 طبقه زیر زمینی میگه. وای اینجا کجاست؟ جان این اصل این جنسه. همون ویدیو هست که توش هیوگو رین و سرروز تو پناهگاه حبس کردیم. نظر شما راجع به هیوگو رین چیه؟ بچه این ویدیو سرروز تو پناهگاه اتمی رو هم اگه ندیدید دوبلش کردیم، لینکش میاد اینجا، میتونید بدونم ببینید. نظر شما راجع به هیوگو رین چیه؟ خروس جنگیه. من دوستشون دارم. اگه بهتون بگم بهشون علامت دادم که با آسانسور بیان پایین و احتمالاً حسودی کنن اگه ببینن این پناهگاه چقدر مال اونا خفن تره. به پناهگاه 50 میلیون دلاری خوش اومدید. واقعا خوش اینجا اومدی. پناهگاهه. این یکی از اونی که براتون ساختم خیلی خفن تره. شرمنده. آره. از یخچالم نوشابه کش نرید، نوشابه‌اش خرابه. خوش بگذره. آخ جون، دعوا هم نکنی. چرا اینقدر بهم توهین میکنی؟ تو چرا اینقدر احمقی؟ باشه خیالت ما الان راحت. داریم ویدیو پناهگاه شما رو توی پناهگاهی میبینیم که زیر یه خونه پناهگاهی ساخته شده. نظرتون چیه؟ یه کلمه‌ش هم نفهمیدم. خیلی تو فکرش نره. دوباره عادتهای قدیمی هیوگو رین خودشون رو نشون وای داد. همش صورتیه. ببین جون تو اگه آشپزخونه ما همینطوری بود خودم هر شب برات غذا میپختم. آره خوشگله ولی فکر نکنم تو چیزی میپخت. وای اینقدر قرزم. بیرون این خونه یه استخره و در جریانید که هنوز تو پناهگاهی. هیوگو دسته بود با جوراب همینجور پرید. کلشه باز برید تو آب. مطمئناً یه پناهگاه مخفی بدون مسیر فرار مخفی که نمیشه. اینم در مخفیشه، البته نباید نشونش میدادم. و حالا نوبت آخرین پناهگاه 1 میلیارد دلاری که امن‌ترین پناهگاه کل دنیاست. ایستگاه فضایی شاین ماونتن. این پناهگاه زیر بیشتر از 600 متر سنگ خالص گرانیت ساخته شده و میتونه در برابر مخربترین سلاحایی که تا حالا به دست بشر ساخته شده مقاومت کنه. میگم چی میشه اگه بدویم بریم توی تونل؟ از اون نپرس. با تیر میزنته. آها پس نمیدویم تو تونل. خب بریم تو کارش. معمولا ما یه نقشه سه‌بعدی بهتون نشون میدیم که دقیقاً این پناهگاه چه شکلیه، ولی اینجا انقدر امن و محرمانه است که باید درپوش لنزو بذاری رو دور. من از لحاظ قانونی اجازه ندارم یه سری چیزا رو نشونتون بدم و حتی اگه بتونید از بین نگهبانا رد بشید. میشه بدیش دستم؟ حال میشه از این چرت و پرتا نپرسی؟ به منم نمیدی؟ بعدش میرسید به این در عظیم ضد بمب هسته‌ای. این در انقدر بزرگ و محکمه که جلوی بزرگترین و مرگبارترین بمبای ساخته شده رو هم میگیره. ها یکی دیگه هم انگار یه جورایی یه دونه از این درا کافی نبوده و یه دونه دیگه هم جلوترش ساخته. یعنی اگه یکی اون بیرون بمب هسته‌ای بندازه و ما اینجا باشیم مشکلی پیش نمیاد. ما به اینجا میگیم دیوار خوشامدگویی. از اینجا وارد مجموعه اصلی میشیم. اونجا نوشته نیروی فضایی. اینجا نیروی فضایی هم داره. این آره. 4 سازمان توی این پناهگاه فعالیت میکنن برای اطمینان از امنیت کامل رهبران دنیا. این پناهگاه جوری طراحی شده که حتی در برابر چیزی غیر قابل پیش بینی تر از تهدید دشمنم دووم بیاره، یعنی طبیعت. در واقع این پناهگاه رو حواسونا اینجوری بین کوه و پناهگاه یه شکاف کندن و بعد پناهگاهو گذاشتن رو فنر تا موج شوک هسته‌ای یا حتی زلزله رو خنثی کنه. خوش اومدی به امن‌ترین پناهگاه
کل دنیا. خیلی خوب. ما از بین درای ضد انفجار رد شدیم. یه مسیر طولانی و پیاده رفتیم که حتی نمیتونم بهتون بگم چقدر، چون اینجا محرمانه، تا برسیم به امن‌ترین نقطه دنیا. خب ما دقیقاً کجاییم؟ مرکز فرماندهی. اجازه هست اینا رو نشون بدم؟ آره، به جز تمام چیزایی که سمت انشالله راسته. که اون بشقا پرنده نیست. برای حفاظت از آمریکای شمالی در برابر حمله هوایی یا دریایی، اینجا جاییه که فرماندهی اتفاق اینم میفته. صندلی ژنرال. میگم چقدر حس ژنرال میشه بودن جای ژنرال بشینم؟ آره، حتما دست بشین. خوش بابا. فقط به هیچی دست نزن. به صندلی دست زدم. فقط همون؟ حل. باشه. حالا دیگه ژنرال منم. تارک سیستم حاضر کن. باشه اطاعت میشه قربان. نه چی مگه نگفت دست نزن؟ نباید بهش دست میزدی. من تارک به آقا ما خدا نبودیم. 30 بار بهمون گفتن به هیچ چی دست عجب نزنی. غلطی کردی. باید مطمئن شیم دست نزده. الان دستگیرش میکنن. وای خدا شرمندم، خیلی هم شرمندم، واقعا ببخشید. احتمالاً الان با اردنگی بندازنمون. دیگه بهش دست برو نزن چشم باشه؟ حتما. تارق واقعاً اسکل خیلی با اینا شرمندم. موشک شلیک میکنن. یه لحظه جدی شد قضیه ها، خیلی جدی اومدن رو سرش. به خدا اگه شانس ما بود تارق همین موشک رو که شلیک میکرد میومد تو خاورمیانه میخورد تو سرمون. کنن اون طرف این پنجره چیه؟ یه دست بزن بفهم. واقعا فقط دست بزنم؟ آره. یا پدر بری این اتاق فرماندهی مخفی رو تو قلب پناهگاه بهمون نشون. الان دقیقاً کجاییم؟ اینجا ایجاکه، مرکز عملیات مشترک جایگزین. اینجا مسئول حفاظت از حریم دریایی و هوایی کل قاره آمریکای شمالی. اگه یه هواپیمای ناشناس بیاد چقدر طول میکشه تا جتای جنگنده برن سراغش؟ کمتر از 5 دقیقه، بعدش دیگه اوضاع خطری میشه. آره منظورتو گرفتم. یه سال تو دلم مونده بود که واقعا باید ازشون میپرسیدم. میگم تا حالا فضای مزایی ندیدید؟ شاید جواب نمیدید؟ اون دوستمون مشکوک نگاه کرد. قطعش کن. باشه بگذاریم بحث عوض کنیم. بالاخره بهمون اجازه دادن از یه راهرو فیلم بگیریم. همشو بگیر. حالا باید کاور لنزو بذاری جیریم. همین آره. هی بابا باشه بچه‌ها میبینمتون. تعداد کسایی که اینجا کار میکنن محرمانه است، ولی میتونم اینو بگم که اینجا انقدر امکانات داره که صدها نفر میتونن سالها اینجا زندگی کنن. امکاناتی مثل باشگاه و فروشگاه زیرزمینی و اینجور چیزا هم داره. انقدر آدم این پایین هستن که یه شعبه سابوی باز کردید. میخوام محرمانه ترین کوفته قلقلی عمرمو بخورم. تازه اینجا ایستگاه آتش نشانی هم داره. آره با ماشینای آتش نشانی که تو جاده‌های واقعی این کوه رانندگی میکنن. داداش میشه با این ندایی؟ باشه چشم دیگه این نمیدونم. رفیقامون معمولا با آدمک‌ها تمرین میکنن، ولی ما خودمون یه خلوبش آوردیم. به نفعشون نجاتم بدن. یارو بیهوشه، یه سیلی بخوابون تو گوشش. سک تو روت. کارمون چطور بود قربان؟ به نظرم 4 از 10. چون این آدم احیاش نکردید CPRش کنید زود باشید. نه بابا بعضی پناهگاه ها تو حیات خونه ها پنهان شدن، یا اگه پول داشته باشی میتونی کل محله رو پناهگاه کنی. بعضی از مرحله بقا رد میشن و انقدر لاکچریان که پارک آبی خودشونو دارن، ولی هیچ کدومشون به پای این یکی نمیرسن. یه شهر زیرزمینی با شبکه برق مستقل، راهروهای بی پایان، بزرگراه و حتی چند تا دریاچه. این پناهگاه یه روز میتونه از آمریکای شمالی و کل بشریت دفاع کنه. قبل از اینکه سوار شیم لنز دوربینو بپوش. باشه فقط قبلش میگه اگه ساب نکنن ارتش میفته دنبالشون. اصلا امکان نداره. لااقل تلاشمو کردم. فعلا خدافظ. خب رفقا مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. این کانالی که میذارم اینجا براتون کانال فیلم و تایمه، کانال دوم ماست. این کانال فقط مخصوص بچهای فیلم و سریال بازه. اگه فیلم بازی حتما سابسکرایبش کن. توش براتون خلاصه خفن ترین و عجیب ترین فیلمای دنیا رو با گوینده های حرفه‌ای میذاریم. هم اینجا میتونی کلیک کنی، هم لینکش زیر ویدیو هست، هم میتونی تو یوتیوب سرچ کنی فیلم و تایم. دمتون گرم و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.